با جلسه دوم کلینیکال میکروبیولوژی در خدمتتون هستم. این جلسه مربوط به تفسیر کلونیکانت در کشت‌ها به روش کمی و کیفی رو میخوام خدمتتون توضیح بدم. همونطور که میدونین کشت‌های کمی کشت‌هایی هستن که ما یه حجم مشخصی از نمونه رو میتونیم در اختیار داشته باشیم و به صورت متریک و قابل گزارش هستش. مثال بارزش نمونه‌های ادرار هست که ما یک حجم مشخصی رو حالا با لوپ کالیبر 1/100 میلی لیتر یا 1/1000 میلی لیتر از ادرار رو برمی‌داریم و روی محیط‌های کشت بلادگار و یه محیط افتراقی انتخابی مثل EMB یا مکانکی کش میدیم و بعد از 24 ساعت تعداد کلونی ها شمارش میشه و با توجه به جدولی که در ادامه توضیح خواهم داد گزارش و آنتیبیوگرام انجام میدیم. اما روش های نیم کیفی یا کیفی به نمونه‌ای گفته میشه که ما یه حجم مشخصی از نمونه رو در اختیار نداریم. نمونه معمولا با سواب گرفته میشه، مثل نمونه مایع سینوویال، کشت از زخم، کشت از ترشحات تناسلی، کشت نمونه بال یا ترشحات تنفسی فوقانی و تحتانی که اینا رو حجم مشخصی ما نداریم و در ادامه میخوایم ببینیم که نحوه گزارش ما به پزشک چجوری باید باشه و پزشک بر چه اساس میتونه این نمونه ها رو تفسیر و آنتیبیوگرام یا درخواست نمونه مجدد رو بده. خب قبل از اینکه بپردازیم به اینکه نمونه‌های کیفی و کمی چجوری انجام میشه، ببینیم اصلا در پروسه عفونت وقتی یه پروسه عفونتی اتفاق میفته ما با چه مکانیسم‌ها و با چه مراحلی روبرو هستیم. اولین بخش یا اولین مرحله در ایجاد یک عفونت کانتامینیشن هستش، یعنی یک بافت هدفی توسط یک میکروارگانیسم آلوده بشه که به اون میگن کانتامینیشن. ولی در ادامه اگر این کانتامینیشن موفقیت آمیز بود و یک باکتری تونست به اون بافت هدفش متصل بشه، در 24 ساعت اولیه میتونه یک تکثیر اولیه یا به اصطلاح کلونیزاسیونی رو تا اون منطقه داشته باشه و در ادامه اگر تونست کلونیزاسیون موفق باشه و سیستم ایمنی میزبان نتونست این رو شناسایی بکنه و به موقع بتونه اینو از بین ببره، ما اینفلمیشن یا التهاب خواهیم داشت که در اون محل یک آماس، یک تورم قرمزی و دردی رو خواهیم داشت که تکثیر از اون حالت اولیه بیشتر شده. میکروب‌ها تشکیل بیوفیلم دادن، میکروکلونی ها تشکیل شده. در این مرحله ما بین پزشکا و آزمایشگاهی‌ها خیلی اختلاف نظر هستش. دیدگاه قدیم این بود که اگر بیشتر یا مساوی 10⁵ CFU ما کلونی داشته باشیم در ml آنتیبیوگرام انجام بدیم و اگر کمتر از 10⁵ بود آنتیبیوگرام انجام نمیدیم. ولی در بررسی های بعدی مشخص شد که این منطقه یک منطقه گریزون یا یک منطقه خاکستری هستش، یعنی تفسیر این مرحله به اون نوع نمونه و اینکه آیا نمونه دارای پیوری هست یا نیست و پزشک بر اساس اون میتونه یا دارو تجویز بکنه یا چند روزی درمانهای حمایتی رو برای مریض انجام بده. در مرحله بعدی ما 2 مسیر داریم، یا سیستم ایمنی بیمار میتونه غلبه بکنه و بهبودی حاصل بشه، یا میتونه نه، تکثیر دوباره با سرعت بیشتری اتفاق بیفته و یک اینفکشن یا عفونتی رخ بده و در نهایت باعث بیماری میشه و نمونه‌ای که با آزمایشگاه ارجاع داده میشه اگر نمونه پاتوژن داشته باشه و با پیوری همراه باشه ما باید آنتیبیوگرام انجام بدیم و درمان آنتیبیوتیک توسط پزشک انجام بشه. اما بحث این اینفلامیشن از این جهت مهم هستش که اگر دکتر ببینه که 10⁴ CFU بر ml یک پاتوژنی در به طور مثال در نمونه ادرار حضور داشته باشه، میتونه چند روزی دست نگه داره
و با درمانهای حمایتی. به طور مثال در نمونه ادرار میتونه به مریض بگه که مایعات بیشتری رو استفاده بکنه مریض تا اون پاتوژن شسته بشه و دفع بشه. و در ادامه اگر بعد از 2 روز التیام پیدا نکرد این دردها یا سوزش یا تکرر ادرارش تخفیف پیدا نکرد میگه که آنتیبیوتیک رو شروع بکن. خب ما اول بپردازیم به کشت‌های کیفی، نمونه‌هایی مثل نمونه زخم، بال، پلور، مایع سینوویال و آسیت و که در اینها ما با سواب یه نمونه ای رو برمی‌داریم، حجم مشخصی رو در اختیار نداریم ولی می‌خوایم استاندارد سازی بکنیم و این رو به روش نیمه کمی به پزشک معالج گزارش بدیم که تا درک درستی از این شدت بیماری و بار میکروبی رو داشته باشه. خب نمونه رو با سواب به صورت کش استریک یا خطی به صورت استاندارد کش میدیم. در هر منطقه که کش میدیم بلافاصله آنس استریل میشه و ناحیه بعدی کش داده میشه. بعد از 24 ساعت انکوباسیون تفسیر به این صورت خواهد بود که اگر در ناحیه اول ما رشد رو داشته باشیم نشون میده که بار میکروبی خیلی زیاد نبوده، چون همونطور که میدونین در کشت خطی ما نمونه در محل تلقیح اولی که این قسمت هستش این نمونه رو وقتی به صورت با آنس به صورت استریک یا کشی خطی یا استریک کش میدیم نمونه داره به صورت تصاعدی رقیق میشه. در مرحله دوم یا منطقه دوم تلقیح رقیق تر شده و در منطقه سوم و چهارم به رقیق ترین حالت خودش میرسه، یعنی یک سریال دایلوشنی روی آگار اتفاق میفته. خب بعد از 24 ساعت ما باید کش رو به صورت نیمه کمی گزارش بدیم. به این صورت میشه که اگر فقط منطقه تلقیح ناحیه اول ما رشد داشته باشیم در گزارش باید بنویسیم لایت گروس یا رشد مختصر که قدیم به لایت گروس میگفتم مثبت 1 که من این دوتا رو با هم آوردم. اگر نه در ناحیه 1 و 2 ما تکثیر داشته باشیم میشه 2 مثبت یا میشه مادریت گروس یا رشد متوسط یا تکثیر متوسط. و اگر در هر 4 نقطه در هر 4 ناحیه ما تکثیر داشته باشیم هیوی گروس یا رشد خیلی زیاد یا بار میکروبی خیلی زیاد خواهیم داشت. اما تعداد کلونی در هر منطقه برای ما مهم نیست. به فرض ممکنه در منطقه 3 حتی 3 تا کلونی باشه، در منطقه 4 1 کلونی، ولی ما این رو هیوی گروس گزارش میدیم و پزشک بر اساس این گزارش نیمه کمی که ما میکنیم متوجه میشه که آیا مریض فقط کانتامینیشن در مریض رخ داده، آیا در مریض کلونیزاسیون یا اینفلمیشن رخ داده که میشه مادریت، یا دچار عفونت واقعی شده که هیوی گروس هستش و بر اساس همین میتونه درمان آنتیبیوتیکی رو یا درمانهای حمایتی رو برای مریض تجویز بکنه. و اما در نمونه هایی مثل یورین که ما به صورت کمی با آنس یا لوپ کالیبره ما کش میدیم، نحوه گزارش و آنتیبیوگرام یا درخواست مجدد نمونه ببینیم به چه صورت خواهد بود. خب این جدول بر اساس جدول استاندارد 2023 تنظیم شده، آخرین جدولی هستش که توسط CLSI در اختیار ما قرار داده شده که ما ملزم هستیم هر ساله این آپدیت شده رو در اختیار داشته باشیم و گزارشامون رو بر اون اساس انجام بدیم. خب همونطور که میبینید کلونی کانت رو بر اساس اینکه 1 تا 2 تا پاتوژن بالقوه یا بیشتر از 3 پاتوژن بالقوه ما داشته باشیم و همینطور نمونهمون چه نمونه‌ای باشه باید آنتیبیورام یا فقط شناسایی رو انجام بدیم. در قسمت اول برای نمونه هایی که یا از کیسه ادراری گرفته شده یا نمونه ادرار میانی هستش یا از سوند هستش، سوند سوپراپوبیک هستش و این هم آسپیراسیون سوپراپوبیک. خب حالا چرا
در این آخرین استاندارد یا آپدیتش به این نمونه ها خیلی توجه شده، برای اینکه ما نمونه هامون رو با توجه به اینکه به چه روشی بیمار نمونه رو گرفته میتونه با فلور نرمال اون ناحیه آلوده شده باشه. به فرض در کیسه‌های ادراری که معمولا برای اطفال یا نوزادان استفاده میشه، خب همونطور که میدونید مادری که کیسه ادرار رو میخواد وصل بکنه اگر به خوبی ناحیه تناسلی رو، ادراری تناسلی رو استریل نکرده باشه و بعد کیسه ادرار رو بچسبونه، ممکنه با نمونه مدفوع، چون بچه پوشک میشه و اون ناحیه به خاطر نزدیکی مقعد به ناحیه تناسلی ادراری، به خصوص در نوزادان دختر، احتمال آلودگی ثانوی یا آلودگی با فلور نرمال روده خیلی خیلی بالا میشه. یا ادرار میانی، مریض معمولا بیمار یا مراجعه کننده معمولا توجه نمیکنه، همون اولین ادراری که میگیره سریع در داخل لیوان ادرار جمع میکنه. خب توی ادرار کردن تو قسمت اول ادرار و معمولا وقتی ادرار دفع میشه اون فلور نرمال مجرای ادراری هم شسته میشه و با ادرار داخل ظرف نمونه ریخته میشه و باعث افزایش کلونیکانت خواهد شد. و همینطور در سوندهای سوپراپوبیک اگر ادرار مونده باشه یا به خوبی قسمت ادرار اولیه رو تخلیه نکرده باشی میتونه با فلور نرمال آلوده بشه. اما در آسپیراسیون سوپراپوبیک چون از ناحیه مثانه، از بالای شکم، قسمت تحتانی شکم استریل میشه و با اون سرنگ مخصوص پزشک مستقیم از مثانه نمونه ادرار رو میگیره، پس آلودگی ثانویه با فلور نرمال رو قاعدتا نخواهیم داشت. خب برگردیم به تفسیر، ببینیم تفسیرها بر اساس نوع نمونه و اینکه چند پاتوژن بالقوه رو ما در نمونه کشمون داریم چه کاری رو باید انجام بدیم. خب تقسیم میکنیم به دو گروه. اگر 1 تا 2 تا پاتوژن رو ما داشته باشیم تو این نمونه هامون، پاتوژن بالقوه داشته باشیم، اگر تعداد کلونی ها بیشتر از 10⁴ CFU بر ml بود، شناسایی و آنتیبیوگرام برای هر دو میکروارگانیسم انجام میشه. اگر کمتر از 10⁴ CFU بر ml بود، بسته به این که نمونه ما پیوری داشته باشه یا نداشته باشه، یعنی بلبل های سفید یا وایت بی سی در نمونه ادرار ببینیم یا نبینیم، گزارش متفاوت خواهد بود. وقتی وایت بی سی رو در ادرار میبینیم میدونیم که یک عفونت حقیقی اتفاق افتاده، پس در پیوری ما شناسایی و آنتیبیوگرام رو خواهیم داشت. و اگر کلونی ها 10⁴ کمتر از 10⁴ باشه و بدون پیوری باشه، فقط شناسایی میکروارگانیسم ها و گزارش به پزشک و درخواست مجدد نمونه رو خواهیم داشت. اما اگر همین نمونه هامون بعد از کش ببینیم بیشتر یا مساوی 3 تا پاتوژن بالقوه داشته باشیم، خب کار یه خورده پیچیده تر میشه. معمولا میایم اونهایی که پاتوژن هایی که تعداد کلونیشون یا کلونیکانتشون بیشتر از 10⁵ CFU بر ml هست، اونها رو شناسایی و آنتیبیوگرام انجام میدیم. برای 2 پاتوژن بالقوه‌ای که تعداد کلونی هاشون کمتر از 10⁴ هستش، فقط گزارش میدیم که چه باکتری هایی بوده و آنتیبیوگرام رو انجام نمیدیم. پس فقط برای پاتوژن غالب ما آنتیبیوگرام رو انجام میدیم. اما در آسپیراسیون سوپراپوبیک یکم متفاوت گزارش ها. اگر 1 تا 2 تا پاتوژن رو داشته باشیم و تعداد کلونی ها کمتر از 10⁴ CFU بر ml باشه، چرا اینجا دیگه 10⁵ نداریم؟ گفتم به خاطر اینکه ما به صورت آسپتیک نمونه رو میگیریم، پس قاعدتا آلودگی ثانویه رو نداریم و هر پاتوژنی که ایزوله بشه برای ما ارزشمند هستش. اگر 1 تا 2 تا پاتوژن داشته باشیم و تعداد کلونی ها کمتر از 10⁴ CFU بر ml باشه، شناسایی و آنتیبیوگرام رو انجام میدیم. اگر در کشمون، نمونه کشمون، کش مخمر رو داشته باشیم به صورت خالص، فقط شناسایی میکنیم و آنتیبیوگرامی همونطور که میدونیم برای قارچه انجام نمیشه، فقط در حد گونه شناسایی میکنیم که آیا این مخمر کاندیدا بوده یا نه و فقط به گزارش بسنده میکنیم.
اما اگر بیشتر از 3 تا پاتوژن بالقوه داشته باشیم، شناسایی هر 3 پاتوژن رو شناسایی میکنیم و به پزشک گزارش میدیم و درخواست نمونه مجدد رو خواهیم داشت. با تشکر از شما، لطفاً لایک و سابسکرایب یادتون نره. ممنون.